پیرمرد همراه پسر 25 سالش وارد واگن قطار شده جایهای خود را اشغال نمودند. جوان در نزد تریزا نشست. وقتی قطار به راه برآمد، او دستش را از تریزا بیرون کرد تا مجرای هوا را احساس کند و ناگهان به شوق فریاد زد: پدر جان، ببینید تمام درختان به عقب حرکت می کنند. پیرمرد در جواب تبسم کرد. در شفت جوان یک جفت نوخانه‌داران می نشستند. آنها حیرت زده از آن بودند که رفتار جوانمرد 25 ساله مثل کودک خردسال است. ناخواست جوان باز با شوق و ذوق داد زد: پدر جان، آن آبها و حیوانات را بینید؟ ابرها همراه قطار حرکت می کنند. زن و شوهر جوان همان رفتار عجایب و غرایب جوان را نظاره نموده حیرتشان افزون می گردید. در حالی که این برای پدری آن جوان رفتار مقرری بود. باران بارید و قطره‌های آب بالای دست جوان افتید. او خیلی خوشحال شده و چشمانش را پوشید. سپس ندا برآورد: پدر جان، باران می بارد. آب به دستم رسیده است. دیدید پدر؟ همسفران آنها با مقصد کمک رسانیدن به پیرمرد به او رو آورده گفتند: چرا شما پسرتان را برای معاینه به یگان بیمارخانه نمیبرید؟ پیرمرد گفت: ما خودی حاضر از بیمارخانه آمدیم. امروز پسر من بار نخست بیناییش را به دست آورد. هرگز برای محاکمه و سرزنش رفتار و اعمال دیگران سراسیمه نشو، چون که تأثیرات نخستین می تواند فریبنده باشد. عیب دیگران بپوشان تا عیبت بپوشانند.